با همون پتویی که من بچه رو توش پیچیده بودم، همونجا بچه رو گذاشته بودن کنار یه سطل آشغال تو اون زمستون سرد و یخ. بی‌انصافا حتی روی بچه هم نکشیده بودن. دیدم بچه صورتش سیاه و کبود شده. بغلش کردم و گریه کنون بردمش پیش همسایمون. من نگاه کردن گفتم بابا این بچه که فوت شده. سلام عرض میکنم خدمت تک تک دوستای عزیزم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. بچهای عزیز، امشبم اومدم مهمون خونه هاتون باشم با یک داستان جذاب، واقعی و شیرین و البته ترسناک. همینجا میخوام بگم که داستان من یکم ترسناکه. اونایی که داستان ترسناک دوست دارن که بشینن پای ویدیو و اونایی هم که داستان ترسناک دوست ندارن ویدیو رو نگاه نکنن. این داستان مال یه خانمیه به اسم اشرف که توی خانواده فقیر و تنگ دست به دنیا میاد. این داستان تقریبا مال 70 سال پیشه. میگه این خانواده پدر و مادرشون، یعنی پدر مادر اشرف، چند تا بچه داشتن، چند تا پسر داشتن، چند تا دختر، که دخترها وقتی به سن 9 سالگی و 10 سالگی که میرسیدن ازدواج میکردن. مادر خانواده توی خونه‌های مردم کار میکرده و پدر خانواده هم دیگه یه کارگر بوده که به سختی نونشو در میآورده. اینا به خاطر که یه نونخور کم کنن، دخترها وقتی خواستگار توی 9 سالگی 10 سالگی گیرشون میومدن در خونه، دخترها رو شوهر میدادن. ولی اشرف تا سن 13 سالگی رسیده بود و همچنان خواستگار نداشت. هی بهش تیکه مینداختن، متلک مینداختن. به اشرف هی میگفتن تو ترشیدی، تو خواستگار نداری، تو اضافه هستی. خود اشرف خانم که پیر شده بوده برای کسی که راوی داستان ماست تعریف کرده، گفته من خوشگل نبودم مادر، من زشت بودم، برای همین توی سن 9 سالگی 10 سالگی مثل خواهرام ازدواج نکرده بودم، هنوز 13 سالم بود که خواستگاری نداشتم. یکی از همسایگان خانواده اشرف یه روز میاد به پدر اشرف میگه که یکی از فامیلای ما هست که توی روستای یکی از شهرستانامونه و این الان میخواد ازدواج کنه. یه مرد تنهاه، وضع مالی خیلی خوبی هم نداره ولی مرد خوبیه. اگر موافقید که هماهنگ کنیم و بیاد خواستگاری برای اشرف. پدر اشرف هم از خدا خواسته، چون هی میخواسته یه نونخور کم کنه، میگه باشه اشکالی نداره، بگید بیاد ما ببینیم، صحبت کنیم، ببینیم چی میشه. میگه این آقا اسمش ماشاءالله بوده. آقا ماشاءالله حدود 15 سال هم از اشرف بزرگتر بوده. وقتی که میاد برای خواستگاری میاد میگه که من وضع مالی خوبی ندارم، تنها هم هستم و تنها زندگی میکنم، کسی هم ندارم که برای من بیاد خواستگاری. اونا یه مهریه خیلی کم در نظر میگیرن برای اشرف و همونجا عاقد میاد تو خونه و عقد میکنن. عقدش میکنن. آقا ماشاءالله میگه که من یه اتاق دارم توی روستا، یکم هم ظرف و ظروف و این وسیله ها رو دارم، لازم نیست شما وسیله چیزی بدید. خانواده اشرف خانم هم که از خدا خواسته میگن خب چه بهتر. اشرف رو میدن بهش، برمیداره و میره. وقتی که راه میفتن یه مسیر طولانی دارن تا روستای اون آقا. آخر شب میرسن به روستا. آقا ماشاءالله روشنایی نبوده توی روستا، یه فانوس دستش گرفته بوده و توی روستا این طرف و اون طرف اشرف رو میبرده تا اینکه میرسن به یه اتاق کاهگلی با یه پنجره کوچیک با یه در که شیشه های اون پنجره مشجر بوده. میرن تو اتاق و میبینه یه اتاق کوچیکه و یکم ظرف و ظروف و یه دست رخت خواب و خلاصه اون شب میگذره. فردا صبح که بیدار میشه، اشرفو میگم، فردا صبح که بیدار میشه میبینه که آقای داماد نیست. دور و برش نگاه میکنه، میبینه یه اتاقی که دیشب توی تاریکی پیدا نبوده الان توی روز اون اتاق مشخصه. کاگلاش ریخته، خونم خیلی کثیف و به هم ریخته، رخت خوابا نشسته، خلاصه همه چی افتضاح بوده. یکم دور و برش رو نگاه میکنه و بلند میشه رخت خوابا رو جمع میکنه و میگه بذار بلند شم اینجا رو تمیز کنم، بشورم، جمع کنم. میره کنار پنجره رو که باز میکنه میبینه ای داد بیداد، اینجا که قبرستونه، جایی که دیشب اومده خوابیده یه قبرستونه. خیلی میترسه، با خودش میگه یعنی من دیشب اینجا خوابیده بودم؟ یعنی اتاق و محله زندگی آقا ماشاءالله اینجا توی قبرستوناست؟ بذار بیاد ازش بپرسم ببینم جریان چیه، ببینم برای چی آورده منو گذاشته اینجا. همین که منتظر شوهرش بوده میبینه یکی در میزنه. خیلی میترسه، چون قبرستون هم دیده بوده، میترسه که در رو باز کنه. صدای یه خانم سال خورده از پشت در میاد، اما اشرف در رو باز نمیکنه. یکم گوش میده،
از کنار اون شیشه که یه کوچولو سوراخ بوده نگاه میکنه و میبینه یه خانم سال خورده است با موهای ژولیده، یکم قیافه ترسناک، که هی داره میگه باز کن عروس، باز کن کارت دارم، باز کن عروس کارت دارم. اشرف که در باز نمیکنه، اونم دیگه منتظر نمیمونه و میره تا عصر که منتظر شوهرش میشه و شوهرش میاد. عصر که آقا ماشاءالله میاد، اشرف میزنه زیر گریه، میگه اینجا کجاست منو آوردی؟ تو این قبرستون من میترسم، من یه تازه عروسم، منو برداشته آوردی توی قبرستون. ماشاءالله میگه همینی که هست، من اینجا همین یه اتاقو دارم، کل زندگیم هم همینه، اینجا هم کار دارم هم اتاق دارم. من اینجا چون کار میکنم یه اتاقم به من دادن، پولم ندارم برم جای دیگه خونه بگیرم. تو هم عادت میکنی، منم اولش اومده بودم اینجا همینطوری بودم مثل تو، ولی عادت کردم، تو هم عادت میکنی. اشرف که متوجه میشه اومده توی قبرستون توی روستا، شوهرش هم مرده شوره، دیگه بدتر میترسه و این شوهر به شدت بد اخلاق و عصبی، تا یه حرفی میزده بی برو برگشت کتکش میزده. از ترس شوهرش هم دیگه با اون پیرزن صحبت میکرده. اون پیرزن از دور که میدیده اینطوری دست بلند میکرده و یه سلام علیکی میکرده. شوهرش هم میگه توبا خانم که اون روز اومده بود دم در، اسم همون پیرزنه بوده، توبا خانم بوده که اومده بود به تو خوش آمد بگه. یکی از پاهای توبا خانم هم کوتاه بود، میلنگید، بنده خدا شل میزد و راه میرفت و همین اشرف رو بیشتر میترسونه. دیگه با خودش میگه چاره ای نیست، باید کنار بیام، چون اگه چیزی میگفت کتک میخورد. میگفته همینی که هست. یه چند ماهی که میگذره میگه خب حالا حداقل منو ببر پیش خانوادم، من دلم تنگ شده، چند ماه خانوادم رو ندیدم. میگه باشه یکم صبر کن میبرمت. یه چند وقت که میگذره اشرف میره پیش خانواده‌اش، از در که میره تو میزنه زیر گریه و داد و بیداد. گریه میکنه و میگه که به پدر و مادرش میگه این شوهر منو برداشته برده تو قبرستون، من اونجا زندگی نمیکنم، من از اونجا میترسم. آقا ماشاءالله میاد میشینه کنار پدر خانمش و میگه چه عیبی داره، من روزا روی زمینای مردم کار میکنم، کشاورزی میکنم، یه لقمه نون حلال میارم، شبا میام اینجا توی قبرستون، روزم یه وقت مثلا مرده ای کسی باشه من میشورم، از اینجام یه لقمه نون در بیارم، یه لقمه نون حلال برای زن و بچه‌م. پدرش نگاهی به اشرف میکنه و میگه کار که آر نیست، هیچ اشکالی نداره، میگه اینایی که میمیرن نباید شسته بشن، برو زندگی تو بکن. اشرف رو میفرستن سر خونه و زندگیش، میگن برو بساز با شوهرت، شوهر خوبی داری. اشرف هرچی میخواسته دلش رو به این زندگی گرم بکنه نمیشده. شب که میشده میترسیده، صدای ناله میشنیده، دیگه جرئت نمیکرده حتی به شوهرش چیزی بگه، از ترس اینکه کتک بخوره. یه روز توبا خانوم بهش میگه که اشرف بیا اینجا، من کارت دارم، برو این ظرفو بشور، برو اون آبو جوش کن، برو این کار انجام بده، برو اون کار انجام بده. اشرف این کارا رو میکنه و متوجه میشه که دارن برای این قبرستون اون روز یه مرده ای میخواستن بیارن. تا اینکه متوجه میشه میخواد یه فوتی بیارن، فرار میکنه میره تو اتاقش، میره درم قفل میکنه. هرچی توبا خانم میاد میگه دختر من دست تنها، پاشو به کمک من کن. میگه توبا خانم تو رو خدا هر کاری بخوای من برات انجام میدم، ولی از من نخوا که بیام دست به مرده بزنم، من میترسم، خواهش میکنم. شب که شوهرش میاد خونه بدون هیچ حرف و حدیثی میاد و یک کتک مفصل به اشرف میزنه. میگه چرا توبا خانم دست تنها گذاشتی؟ من با تو ازدواج کردم، به توبا خانم قول دادم، گفتم یه روزی من اگه ازدواج کنم زنم میاد اینجا دست تنها نباشی، کمکت. الان تو هم باید عادت کنی اینجا کار کنی، فقط بخور و بخواب نیستش که، تو هم باید اینجا مثل ما کار انجام بدی. فرداش اشرف خانم میره به توبا میگه که تو رو خدا به شوهرم نگو، هر کاری بخوای میکنم، آب گرم میکنم، صابون میارم، هر کاری بگی انجام میدم، ولی نذار من دست به میت بزنم. اون لحظه که میتو میارم بذار من برم تو اتاقم. خلاص این که توبا خانم قبول میکنه و دوباره میبینه نه نمیشه، دست تنهاست. میگه نه دختر نمیتونم، یه وقتایی واقعا اینجا شلوغ میشه، باید بیای اشرف کمکم بکنی. اشرف هم بنده خدا دیگه از ترس شوهرش میرفته و ناچارن اون کار رو انجام میداده، اما شب که میشده از ترس نمیخوابیده، توی خواب میلرزیده، غذا درست نمیتونسته بخوره. یه وقتایی ماشاءالله شبا خونه نمی اومده، به توبا خانم میگفته
برو پیش زنم تنها نباشه. حالا خونه توبا خانم کجاست؟ خونه توبا خانم مثلا این کله قبرستونه، خونه اشرف و ماشاءالله اون کله قبرستونه، یعنی این طرف قبرستون و اون طرف قبرستون. اشرف خانم مجبور می شده یه شبایی رو با توبا بگذرونه که از خود توبا هم می ترسیده، از دستاش چون مرده می شسته بدش می اومده، حالش بد می شده، از قیافش می ترسیده. توبا خانم به اشرف میگه چته؟ چرا انقدر ناراحتی؟ چرا انقدر خودتو باختی؟ بابا این بیچاره هم یه زمانی آدم بودن، زنده بودن، زندگی کردن، الان چشماشونو فقط بستن. چرا انقدر مرده میترسی؟ من و تو هم یه روزی همینطوری مثل اینا میمیریم. این حرفا رو که میزده اشرف بیشتر میترسیده. یه وقتایی هم که اشرف از پنجره بیدار میشده نصف شبا بیرون و یه نگاهی مینداخته، میبینه که توبا خانم با حالت مرثیه خونی و آوازای غمناک و سوزناک داره لالای خونی میره سمت قبرستون، میره سمت اون کله قبرستون. اشرف دیگه این صحنه رو هم که میدیده بیشتر میترسیده، میگفته نکنه این توبا خانم جن باشه، اصلا آدمیزاد نباشه، یا یه موجود ماورایی شیطانی چیزی باشه. خلاصه میگذره تا اینکه یه روز که داشته پیش توبا خانم گریه میکرده و توبا خانم هم داشته دلداریش میداده، بهش میگه بذار تا من سرنوشت زندگی خودم رو برات تعریف کنم، اون وقت میفهمی که کی سختی کشیده. من الان، توبا خانم تعریف میکرده، میگه من الان 56-57 سالمه، اما شبیه به یه پیرزن 80 سالم. از بسکی که من تو زندگیم درد کشیدم، سختی کشیدم، آسیب دیدم. حالا برات تعریف میکنم. میگه غیر از این که میخوام داستان زندگیمو برات تعریف کنم، میخوام یه واقعیتایی رو از زندگی شوهرت برات بگم. میگه من یه بچه سر راهی بودم که یتیم خونه منو پیدا کرده و بزرگم کرده. من توی یتیم خونه بزرگ شدم، ولی یه دختر خیلی زبر و زرنگی بودم. غذا درست میکردم برای خیرینی که میمدن اونجا، برای بچه ها تمیز میکردم، نظافت میکردم، خیلی هم سر و زبون داشتم. میگه یه بار یک خیر با پسرش اومدن اونجا که به خیریه کمک کنن. من غذا درست کرده بودم، تعارفشون کردم. بعد از اینکه غذا رو درست کردم تعارف کردم بهشون، یکم ازشون صحبت کردم، تعریف کردم، گفتم خیلی ممنون که شما به خیریه کمک میکنید، به بچهای یتیم کمک میکنین، دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده و از این حرفا. بهشون گفتم که منم یه بچه سر راهی بودم و تو این یتیم خونه بزرگ شدم. اون پسر، یعنی پسر اون خیر دیگه، غیر از اون که مثلا خانواده‌اش پدرش کمک میکردن، خودش هم یه پول میآورد جداگونه به خیریه کمک میکرده. میگه من اون موقع 17-18 سالم بود که این پسر با رفت و آمداش عاشق من شد. میگه مادر منم این شکلی نبودم، منم چشمای درشتی داشتم، موهای پرپشتی داشتم، خوشگل بودم. ولی خانواده اون پسره یه خانواده خیلی سرشناسی بودن که با پسرشون مخالفت میکردن، مخالفت شدید، یعنی نمیذاشتن که بخواد اون پسر حتی سمت من بیاد. خلاصه این که منم به خاطر اینکه خانواده‌شو میشناختم دل به این خواستگاری و عاشقی نسپرده بودم، چون میدونستم که این خانواده منو قبول نمیکنن که عروسشون چی باشه، یه دختر سر راهی. چند بارم اومدن یتیم خونه و منو تهدیدم کردن. منم گفتم من هیچ کارم، تقصیری هم ندارم، هرچی که شما بخواین همونه، مشکلی نیست، ولی پسرتون عاشق من شده. دیگه پسرشون انقدر رفت و اومد تا اینکه منم عاشقش شدم. پسرش گفت که من عاشقت شدم و کاری به خانواده‌ام ندارم، من تو رو عقدت میکنم. ما تو همون یتیم خونه عقد کردیم که زمانی که خانواده‌اش متوجه شدن اومدن اونجا، بهش گفتن ما دیگه خانواده تو نیستیم، دیگه اسم ما رو نیار، ما حتی اسم تو رو از توی شناسنامه‌مون در میاریم. که شوهرم گفت اصلا برام مهم نیست. واقعا هم براش مهم نبود، چون خیلی مهربون و دلسوز بود، خیلی منو دوست داشت. دیگه با همون پولی که خودش داشت رفتیم یه جای اتاقی کرایه کردیم و پدرش هم که دیگه اجازه نمیداد این پسر پیشش کار کنه، چون پیش پدرش کار میکرد. یه جام صحبت کرد و رفت کارگری. حالا فکر کنی یه پسری که همیشه توی رفاه و آسایش بوده، توی پر قو بوده، خاطر عشقش همه چیز رها کرده و اومده پیش من. منم همیشه میگفتم من کسی رو نداشتم، خدا این فرشته رو گذاشته سر راه من. به خودشم که میگفتم
خوشش میومد. ازش تشکر میکردم. گفتم خدا خیرت بده، تو برای من مثل یه فرشته نجات شدی، من از یتیم خونه آوردی بیرون. خلاصه از این حرفا. یه چند باری هم رفتیم با هم پابوسی خانواده‌اش که از در ما رو راه ندادن بریم تو. بهش گفتن تو پسر ما نیستی، هر وقت که این زن رو طلاق دادی اون موقع برگرد. خلاصه این که گذشت و من باردار شدم. تقریبا 3 ماه هم بود که خبر آوردن که توی یه کار ساختمونی، توی بنایی روی پشت بوم، شوهر من پاش لیز میخوره و میفته زمین، میبرنش بیمارستان. وقتی که رفتم بیمارستان دکترها گفتن که کمرش به شدت آسیب دیده، ولی استراحت کنه خوب میشه و دکتر میگفت که خیلی شانس آورده که فلج نشده. بعد که آوردیمش خونه من پیغام فرستادم برای خانواده‌اش که این اتفاق افتاده، اما اونا حتی نیومدن به پسرشون سر بزنن. یه شخصی رو فرستاده بودن که بگو تا زمانی که این زنته ما با تو هیچ کاری نداریم، اگه طلاقش بدی ما میایم و تو رو مداوا میکنیم. شوهرم هم گفت نه، من زنم حامل است، طلاقش نمیدم، دوستش دارم. دیگه خلاصه شوهر من خونه نشین شد و منم میرفتم کار میکردم تو خونه های مردم. یه روز دیدم شوهرم میگه که حالم خیلی بده، سرگیجه دارم. من هرچی به عقلم رسید بهش دادم که بخوره و بهتر بشه. دوباره دیدم نه، بدتر شده. فرداش میگه حالم بدتر شده، حالت تهوع دارم. خلاصه خیلی حالش بد بود. رفتم سراغ یکی از همسایه هامون، بهش گفتم که دستم به دامنتون، مرد من حالش بده، من که باردارم، کاری از دستم بر نمیاد، پولی هم ندارم. دیگه اون آقا بنده خدا، مرد همسایه، شوهر منو رسون بیمارستان. دکترها گفتن که سرش آسیب دیده. ما متوجه شدیم که اون روز که شوهر من از بالای ساختمون به پایین افتاده، صاحبکارش اون رو برده بوده به یه بیمارستانی و به دکترها رشوه داده بوده که نگن سرش آسیب دیده، بگن کمرش آسیب دیده. دیگه خلاصه این بیمارستان به ما گفت که آخه این آقا ضربه خورده، سرش ضربه خورده، چرا این بیمارستان قبلی پیگیری نکرده، این باید عمل بشه. ما هم افتادیم تو گیر و دار عمل کردن و هزینه عمل جراحی شوهرم. منم با التماس رفتم سراغ خانواده‌اش. اونا پولی به من ندادن، حتی در رو من باز نکردن. میگفتن تو دروغ میگی. تا من اومدم برگردم برم بیمارستان بهم گفتن که متاسفانه شوهر تموم کرده. اصلا باورم نمیشد که این اتفاق برام افتاده. ولی خب من مونده بودم تک و تنها با یه بچه توی شکمم. وقتی که خانواده شنیدن حتی نگذاشتن که من پامو توی خاک سپاریش بذارم، نگذاشتن که من حتی دیگه ببینمش برای آخرین بار. اومدن جنازه رو از بیمارستان برداشتن بردن و هرچی هم از دهنشون در اومد به من گفتن تو حق نداری پاتو توی مراسم این پسر بذاری. من توی خونه تنها اشک میریختم و مراسم خاکسپاری شوهرم یه جای دیگه داشت برگزار میشد. وقتی که مراسم تموم شد، روز سوم همسرم هم تموم شد، رفتم توی قبرستون، همون جایی که شوهرم خاک کرده بودن. رفتم خیلی پرسجو کردم از اونایی که اونجا کار میکردن، خیلی دنبال قبرش گشتم تا اینکه پیداش کردم. نشستم سر قبرشو تا دلتون بخواد اشک ریختم، گریه کردم، زاری کردم. گفتم من فقط تو این دنیا تو رو داشتم. وقتی که برگشتم خونه دیدم نمیشه، من چیزی برای خوردن ندارم، با یه بچه توی شکم. باید میرفتم تو خونه مردم و کار میکردم. دیگه کاری هم دستم بر نمیومد. دوباره چند بار رفتم در خونه خانواده شوهرم. گفتم این بچه نوه شماست، حداقل یه کمکی بهم بکنید، ولی جوابمو ندادن. پسر من به دنیا اومد. تقریبا 1 ماهش بود. با کمک همسایه ها که خودم هم کار میکردم و زندگی خیلی سختی رو میگذروندم. خلاصه تا اینکه یه روز دیدم مادر شوهرم پیغام داده که ما میخوایم بیایم بچه رو ببینیم. خیلی خوشحال شدم. گفتم بالاخره دلشون برای من سوخته. اگر اونا بیان نوه‌شون رو ببینن یه سر و سامونی هم به من زندگی میدن. وقتی که اومدن بهم گفتن تو خیلی زرنگی، تو بچه رو نگه داشتی با اینکه شوهر بالا سرت نبوده که برای ما ارث خور پیدا کنی، که بگی این بچه هم حق ارث داره. نه این خبرها نیست.
تو از روز اول به خاطر پول با پسر من ازدواج کردی، از ما جداش کردی، الانم مقصر مرگش تویی. این بچه هم ما با خودمون میبریم، تو رو هم قبول نمی‌کنیم. دیگه انقدر شیون و زاری و گریه کردم که تو رو به خدا حداقل منو به عنوان خدمتکار ببرید، کنار بچه هم باشم، تو خونه شما کار میکنم، هر کاری بگین کاراتون انجام میدم، فقط بذارین کنار بچه هم باشم. قبول نکردن که نکردن، بچه رو از من گرفتن و بردن. اون شب که گذشت خیلی دلتنگ بچم بودم. رفتم انقدر در خونهشون رو کوبیدم، گفتم بچه‌مو بیارید. من پشیمون شدم، من بچه‌مو نمیدم. با التماس گریه میکردم، گفتم بچه‌م کجاست؟ اگه نمیخوایدش بدینش من ببرمش، با هر سختی که شده خودم بزرگش میکنم. گفتن بچه‌ت اینجا نیست. کارگر در خونهشون اومد گفت که راست میگن، بچه اینجا نیست. خوب که پرسجو کردم، گفتم بابا ما بچه تو رو میخوایم چیکار؟ بچه‌ت بردیم گذاشتیم کوچه پایینی. دیگه اینه که به من گفتن، من بدون اینکه به حرفشون اعتنا کنم راه افتادم و رفتم سمت همون خیابونی که آدرس داده بودن. هی پدر مادر همسرم داد میزدن او کجا میری؟ دیگه الان بچه رو بردن. گفتم نه، من اعتنا نکردم به حرفشون، گفتم باید برم بچه‌مو پیدا کنم. رفتم 2 تا کوچه پایینتر، دیدم با همون پتویی که من بچه رو توش پیچیده بودم، همونجا بچه رو گذاشته بودن کنار یه سطل آشغال. تو اون زمستون سرد و یخ بی‌انصافا حتی روی بچه هم نکشیده بودن. این بچه همونجا یخ زده بود. رفتم بالا سر بچه‌م، دیدم بچه صورتش سیاه و کبود شده. بغلش کردم و گریه کنون بردمش پیش همسایمون. گفتم که تو رو خدا ببینین این بچه چه شده، یه نگاهی به بچه من بندازی. همسایه‌ها اومدن نگاه کردن، گفتم بابا این بچه که فوت شده. نمیخواستم باور کنم که تنها کسی که تو این دنیا داشتم، اونم یادگار شوهرم بود و غیر از اون بچه هیچ کس رو نداشتم، الان فوت شده. خیلی آه کشیدم، خیلی نفرینشون کردم. همسایه‌مون بهم گفت که این بچه که گناه داره اینطوری بخوای بمونه رو دستت، بعد به خاک بسپاریش. خانم همسایه که دلش خیلی به حال من سوخته بود گفت ما نزدیکی اینجا یه روستایی داریم، همونجا میتونی این بچه رو ببری تو اون روستا و خاک کنی، همونجا میتونی سر زمین‌های کشاورزی مردم کار کنی. اینجا شهر، زندگی سخته، کار تو این خونه، تو اون خونه، تو هم جوونی، تو روستا باشی امنیتت هم بهتره. دیگه من بچه‌مو و بغل زدم و رفتم به سمت همون روستایی که مال همسایه‌مون بود، که الان همین روستایی که تو اومدی توش، یعنی همون روستایی که توبا خانم و اشرف خانم توی قبرستونش کار میکردن. گفت بچه منو خاک کردن. دیدم اصلا نمیتونم از این بچه جدا بشم. شب و روز بالا سر مزارش بودم. توی زمینهای مردم کار میکردم، محصولاتو میچیدم، میوه چینی میکردم، ولی شب برمیگشتم بالا سر بچم. اون زمان توی این قبرستون یه آقایی بود که مسئول قبرستون بود. وقتی که میدید من هر روز و هر شب میام بالا سر این قبرستون خیلی کنجکاو شده بود. نشستم زندگیم رو براش تعریف کردم. گفت که یه شخصی اینجا هست که الان داره میره، تو میتونی بیای جای این شخص بمونی، یه اتاقم بهت میدن، همینجا تو قبرستون هم کار کنی، همین که بالا سر بچت باشی حالا که میخوای بچت جدا نشی. خلاصه اینجوری شد که من اینجا مشغول شدم. مثل تو اولش میترسیدم، اما به خاطر بچم موندم. یه وقتایی احساس میکردم که بچم نصفه های شب منو صدا میزنه. میرم سر خاکش، براش لالایی میخونم، براش آواز میخونم. همونجا بود که اشرف گفته بود که میدیدم با حالت مرثیه خونی و لالایی توبا خانم میره نصفه های شب سر مزار یکی. همونجا رو داشته میگفته که ترسیده بوده. خلاصه این داستان زندگی توبا خانم میشه. اینجا بود که دیگه اشرف از توبا خانم خیلی خوشش میاد، به خاطری که خیلی سختی کشیده بوده، خیلی عذاب کشیده بود. بعدش هم میگه یه بار رفته بودم بالا یه جایی کار بکنم، از بالا یه شیبی میافتم پایین و پامم فلج میشه، من ناقص شدم. چون دیگه نرفتم دنبال دوا درمون پام، دیگه همونجوری پام شکسته شده و همونطوری هم جوش خورد. به خاطر همین که بهش توجه نکردم خودش جوش خورد و من میلنگم و راه میرم. دیگه زندگیش رو که برای اشرف میگه یه کلی با هم گریه میکنن و بعدش هم کلی با هم رفیق میشن، صمیمی میشن. چون شوهرش هم نبوده بیشتر اوقات دلش به توبا خانم گرم بوده. توبا خانم برای من گفت که ماشاءالله
یه وقتایی که شبا خونه نمیاد به خاطر اینه که زن و بچه داره. این توی روستایی، یه روستایی دیگه زن و بچه داره. زنش سر داره و مریضه، اما چون پدر زنش به خاطر مریضی دخترش یه خونه به اینا داده، دیگه مجبوره که با این زن زندگی کنه. بچه هم ازش داره. این که میبینه یه وقتایی صبحای زود بلند میشه میره یا آخر شبا اصلا خونه نمیاد، به خاطر همینه که پیش زنشه. طورم گرفته که اینجا توی قبرستون تنها نباشه، شبا که میاد اینجا کار کنه تنها نباشه، بگذرونه. اشرف دیگه عادت کرده بود به این زندگی. میگه قبل از اینکه بخوام عادت کنم به مرده‌شوری و به اینجور کارا که یکی بدنش سوخته بوده، یکی چشمش پاره شده بوده، یکی چشمش باز بوده، یکی بدنش تیکه پاره بوده، میگه یه طورایی وقتی که کاراشون رو انجام میدادم حس میکردم که دارم با هم حرف میزنن. یه خانمی بوده که یه بچه کوچیک داشته که خانوادهش آورده بودنش اونجا. میگه بچهش خیلی بیقراری میکرد. به خاطر بچهش حالم خیلی بد شد. همون شب از توی اتاقم بعد از خاک سپاریش صدای ناله میشنیدم. احساس میکردم که به خاطر جدایی از بچهش داره اون ناله ها رو میزنه. یه شخصی رو آورده بودن که انقدر کتکش زده بودن که این طفلک از دنیا رفته بود. سرش به یه جایی برخورده بود. میگفت اینم همینطور. انقدر اون شب صدای ناله هاش من اذیت میکرد که نمیتونستم بخوابم. وقتی هم که برای توبا خانم تعریف میکرده میگفت که نه من که چیزی نمیشنم. حالا شاید به تو الهام میشه یا نمیدونم چطوریه که تو میشنوی یا من نمیشنوم، ولی حرفاتو باور میکنم. اشرف میگفت من توی اون چند سالی که توی اون اتاق بودم، همون اتاق قبرستون، خاطرهای ترسناک خیلی زیادی رو تجربه کردم. یه شب خوابیده بودم که احساس کردم یه آدم سفید پوش از کنار پنجره، گفتم شیشه هاش مشجره، رد شد. گفت رفتم در پنجره رو باز کردم و سرمو کردم بیرون نگاه کنم ببینم توهم زدم یا درست دارم میبینم. دیدم چند نفر با لباسای سفید به صورت گروهی آروم آروم دارن توی قبرستون قدم میزنن. یا اینکه میگه یه شب خواب بودم، انگار یه نفر شونه هامو گرفت و تکونم داد. بهم گفت فردا منو میخوام بیارن، برو به مادرم بگو بیتابی نکنه، من حالم خوبه، دیگه برا من عذاب نکشه، گریه نکنه. اشرف خانم میگه تو همون حالت که شونه هامو تکون داد من بیدار شدم و برگشتم چهره اون زن رو دیدم. میگه بعد از اینکه فرداش بهمون خبر دادن که یه فوتی میخوان بیارن، ما رفتیم نگاه کردیم، دقیقاً همون کسی رو میخواستم بشورم که دیشب توی خواب دیده بودمش، شونه های منو تکون داده بود، که تو صورتش وقتی نگاه کردم یاد همون دیشب افتادم. میگه رفتم دیدم توی جمعیت یک نفر هست که خیلی داره بیتابی میکنه، هی دارن آب میپاشن توی صورتش. گفت رفتم جلو، گفتم تو مادرشی؟ گفت آره. گفتم خدا رو شاهد میگیرم که دیشب دخترت اومد به خوابم، گفت من درد ندارم، این پیغام منو به مادرم برسون که برای من بیتابی نکنه، من الان دیگه خیلی راحت شدم. گویا اون دختر مریضی سختی داشته، بیمار بوده و تموم کرده بوده. خلاصه که من پیغامو بهش رسوندم. گفت یه بار یه دختری رو آوردن پیشمون که وقتی ما به پهلو انداختیمش که بشوریمش یه صدای ناله خیلی ریزی ازش شنیدیم. گفت اول فکر کردم توهم زدم، تا برگشتم به توبا خانم نگاه کردم دیدم توبا خانمم چشماش گشاد شده. اونجا فهمیدم که هم من اون صدای ناله رو شنیدم هم توبا خانم. خدا شاهد او شبم نخوابیدم از بسی که صدای ناله های این دختر می اومد. خیلی در موردش کنجکاو شده بودیم. توبا خانم رفت توی روستا و در موردش یکم سوال پرسیده بود. وقتی که با روستایی صحبت کرده بود بهش گفته بودن که این دختر خانم از طرف شوهر مادرش مورد آزار و اذیت قرار می گرفته یا مورد تجاوز قرار می گرفته و از این ناراحتی ها توی خواب سکته کرده بود، که بعدها مادر اون دختر از طریق دوست دخترش متوجه میشه که شوهر خودش این بلا رو سر بچهش آورده بود. که وقتی توبا خانم گفت یاد ناله های اون شبش افتادم که توی قبرستون شب اول خاک شده بود. گفتم شاید اون ناله ها و اون صداهایی که من میشنیدم همش به خاطر همین دردایی بوده که این دختر کشیده بوده، یا انگار میخواسته یه پیغامی رو به ما برسونه. اشرف خانم میگه که ماشاءالله خیلی اذیتم میکرد. بعد از اینم دیدم که زن داشته دروغ گفته، اما انگار چشم من به یه جهان دیگه‌ای باز شده بود،
چون علنا دیگه میدیدم، صداها رو میشنیدم، سایه ها رو میدیدم، ناله ها رو میشنیدم. مرد من یعنی همون ماشاءالله، از زبون خودش دارم میگم، عصبی‌تر، روانی‌تر و بد اخلاق‌تر میشد. 2 ساعت خوب بود، 2 ساعت بد بود. یهو میدید یه کلی مثلا قربون صدقه من میرفت که دوست دارم، تو خوبی، الهی شو که اینجایی، تو کنارمی. یه دفعه میبینید جنی میشد، عصبی میشد، بلند میشد یه کتک مفصل به من میزد و منو مینداخت بیرون از خونه. منم که خیلی میترسیدم. درم میبست روم، هرچی درو میکوبیدم میگفتم غلط کردم، دیگه حرفی نمیزنم، بذار من بیام تو. اجازه نمیداد. میگفتم تو چرا شبا نمیای خونه؟ چیزی هم نمیگفتم که مثلا توبا خانم به من گفته که تو زن داری. خلاصه این که یه کتکی به هم میزد. فرداش که بیدار میشد میگفت که دستم بشکنه، الهی من بمیرم، چرا کتک زدم، چرا من عصبی میکنی که کتکت بزنم. یه شبش گفتم من میدونم که تو زن داری، منو برگردون پیش خانوادم، من تو رو نمیخوام، میخوام برم شهر، میرم کلفتی میکنم، کلفتی خونه مردمو میکنم، چرا منو آوردی اینجا که انقدر کتک بخورم. وقتی اینو گفتم منو گرفت و کشون منو برد تا ته قبرستون، با طناب منو بس به یه تنه یه درختی و تا صبح منو اونجا رها کرد و رفت. که توبا خانم هر چقدر جیغ میزدم و داد میزدم، چون خونشون ته قبرستون بود، صدای من رو نمیشنید که بخواد بیاد کمکم. منو چند ساعتی تا صبح بسته بود به درخت. اما اگه این اتفاق زمان میافتاد که من تازه عروس بودم و اومده بودم تو این قبرستون، حتما سکته میکردم. ولی چون دیگه مدتی گذشته بود، منم به مرده ها و قبرستون عادت کرده بودم، دیگه نمیترسیدم. خیلی بدنم درد میکرد، اما انگار یه آرامشی داشتم، انگار همه کنارم نشسته بودن تو اون فضا و از چیزی نمیترسیدم. که خود ماشاءالله وقتی که اومد طنابو باز کنه به هم گفتش که صدا در نمی اومد، فکر کردم قش کردی، فکر کردم مردی. گفتم نه، من دیگه از اینجا نمیترسم. اونم تعجب میکرد. دیگه این نقطه ضعفم من نداشتم که بخواد هر وقت من از مرده ها به ترسونه کتکم بزنه و پرتم کنه بیرون. یه 3 سالی گذشته بود از زندگی ما که منم دیگه عادت کرده بودم، به توبا خانم کمک میکردم. ماشاءالله که روز به روز بدتر میشد و عذابم میداد. تا وقتی که به توبا خانم گفتم جریانو، گفتم من دیگه از اینجا خسته شدم، میخوام برم. توبا خانم گفت ننه جون تو بردار و برو، این مرد دنبال تو بیا نیست، برو پیش خانوادت، بالاخره بچه شونی، تو رو بر نمیگردونن، میاد اونجا طلاقت میده. من به حرف توبا خانم یه روز گوش کردم و باهاش خداحافظی کردم و رفتم. وقتی که رفتم انقدر ماشاءالله خونه نیامده بود که تا چند روز بعدش متوجه نشده بود که من برگشتم منزل پدرم. بعد از اینکه رفتم پیش خانواده‌ام، به پدرم گفتم که من میرم کلفتی میکنم، میرم توی همین قبرستون شهر خودمون مرده شور میشم، ولی منو نگه دار، فکر نکنی که من الکی میگم و از سر خوشی برگشتم. وقتی هم که به مادرم گفتم که من این کار رو انجام میدم، خیلی تعجب کرد. گفت باریکلا، اولش نترسیدی؟ گفتم چرا مادر، میترسیدم، اما دیگه ترسی وجود نداره، عادت کردم. بعدم ماشاءالله اومد و گفت که چرا اومده اینجا. پدرم بهش گفت دیگه نمیخواد برگرده، میخواد بره سر کار، برای خودش کار کنه. خلاصه طلاقم داد. منم از اون موقع به بعد رفتم توی قبرستون شهر خودمون و مرده شور شدم. چند سال بعدشم با یه مرد خیلی مهربون و خوب ازدواج کردم. اومد خواستگاریمو ازدواج کردم. اون آقا 2 تا بچه داشت، اما انقدر اخلاق خوبی داشت که تازه بعد از اون که من با اون آقا ازدواج کردم طعم خوش زندگی رو چشیدم. تازه بعدش متوجه شدم که زندگی یعنی چی. بچه هاشو بزرگ کردم و خودم هم صاحب یه بچه شدم. الان اشرف خانم فوت شده و یکی از دوستان اشرف خانم از نوه‌شون این داستان رو با کسب اجازه برای ما فرستادن. این بود پایان قصه ما بچه ها، داستان اشرف و توبا خانم که براتون تعریف کردم، که گفتن که الان توبا خانم فوت شده، اشرف خانم هم فوت شده، یعنی این داستان مال 70-80 سال پیش بوده. لطفاً بنده رو حمایت کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو هم فعالش کنید. امیدوارم از داستان من لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.